رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند. حضرت ابی موسی عبدالله ابن قیس اشعری رضی الله عنه میگوید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار. الله سبحانه و تعالی رحمتش را روزانه پهن میکند. به کدام خاطر؟ به خاطری که بندگان من اگر شبانه گناه کردگی باشند، روز از من الله بخواهند، من اونها را چیکار میکنم؟ میبخشم. و اگر روزانه اگر معصیت کاری کرده است، گناه کرده است، شبانه فرصت دارد که دست برداشته بگوید که استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم و اتوب الیه. الله سبحانه و تعالی میبخشد. الله سبحانه و تعالی را یکی از صفاتهاش کریم است. کریم. الله بخیل نیستند. این ما بندگان خدا هستیم که بخالتی میکنیم، بخیلی میکنیم. یک انسان فراموش کرده سیگار کشید، شیطان فریبش کرد. یک انسان در یک توی رقص و بازی کرد، یا یک انسان سر لیج نماز خواند، مفتی ها بعد بسیار میشوند. تمام میره دیگه خدا نمیبخشد. در حالتی که الله سبحانه و تعالی میگوید که من هستم بخشنده، من میبخشم. شرط و شروطش این است. شرط و شروطش چی بود؟ اول این که ایقلع عن المعصیت، از گناهی کردگیش دست بکشد، از معصیت دست بکشد. دوم ایندم علی فعلها، بر فعل کردگی همون گناه معصیت پشیمان شود. سوم این است که ایعزم الا یعود الیها ابدا، عزم اراده داشته باشد که من دیگر همون کارا نمیکنم. رسول اکرم حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که خداوند میگوید که هلاک باد همون انسان هایی که متعولین هستند. سوال کردند که یا رسول الله کی ها هستند؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسانی که از جانب الله سبحانه و تعالی قضاوت میکند، از جانب خداوند فیصله میکند که اینا دیگه خدا نمیبخشد، اینا دیگه خدا توبهش قبول نمیکند. الله سبحانه و تعالی رحمتش باز است. در حدیث قدسی الله سبحانه و تعالی فرمودند که یا عبدی، ای بنده من، اگر گناهی تو 7 طبقه زمین و 7 طبقه آسمان را گرفت، پر شد، هیچ جایی نیست که در اونجا مگر اینکه در اونجا گناهی تو است. با وجود همه همین گناه ها، با وجود همه همین معصیت ها، وقتی که تو میای به درگاه من دست برداشته میگو که یا ربی، یا الله، یا آفریدگار، ای تربیت کننده من، یا رب، رب یربی تربیتا فهو مربی، الله مربی ما شما است. وقتی که دست برداشته میگویی که یا الله، یا ربی، الله نمیگه که من تو را دیگر نمیبخشم. نه، الله سبحانه و تعالی میفرمایند که لبیک یا عبدی و سعدیک، بگو ای بنده من، هر چی خواهش داری بگو. بنده گناهگار از خداوند چی خواهش دارد؟ مغفرت خواهش دارد جل جلاله. وقتی که دست برداشته میگه که یا ربی، پروردگارا، استغفر الله العظیم من کل ذنب عظیم، الله سبحانه و تعالی میبخشن. برای چی؟ برای که الله سبحانه و تعالی رحمتش بر غضبش سبقت کردگی است. یک رحمتی خدا در روی زمین بشریت تو میخورد. 99 قسم رحمتی پروردگار برای روز آخرت، برای روز جزا، برای روز مالک یوم الدین، الله سبحانه و تعالی او را ذخیره کرده ماندگی است. برای این خاطر الله سبحانه و تعالی توبه بندگانش را میپذیرند. دائما انسان در استغفار باشد، دائما. حضرت
ابو هریره رضی الله عنه میگوید که شنیدم رسول خدا صلی الله علیه وسلم را که میفرمودند والله انی لاستغفر الله و اتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره. حضرت ابو هریره میگوید که شنیدم که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چنین فرمودند قسم به خدا میگوید محمد صلی الله علیه وسلم که من در یک روز از 70 بار زیادتر من طلب آمرزش میخوام از خدا. از 70 بار زیادتر من میگم که استغفر الله العظیم من كل ذنب عظیم، استغفر الله العظیم من كل ذنب عظیم. در حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم من شما اعتقادی من شما همین است که پیامبران همه معصوم هستند، اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید که من در یک روز از 70 بار زیاد من استغفر الله العظیم میگویم، استغفر الله العظیم من كل ذنب عظیم میگویم. الله سبحانه و تعالی رحمتش باز است. وقتی که رحمت الله سبحانه و تعالی باز است من و شما باید رجوع کنیم به طرف الله سبحانه و تعالی. از گناهی کردگی پشیمان شده، از گناه دست کشیده، به طرف الله سبحانه و تعالی آمده، عزم اراده داشته باشد که هرگز الا یعود الیه ابدا، من به طرف گناه دوباره بر نمیگردم. وقتی که چنین کرد الله سبحانه و تعالی توبه را میپذیرد، توبه را قبول میکند. برای چی؟ برای که الله سبحانه و تعالی انه هو التواب الرحیم است. الله غفار است. الله سبحانه و تعالی من و شما را مغفرت نماید. الله سبحانه و تعالی گذشتگان من و شما را مغفرت نماید. الله سبحانه و تعالی من و شما را توفیق بدهد از گناه و از معصیت دست کشیدن را. اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.